سلام دوستان عزیز، مسئله زیرین در دور انتخابی المپیادهای افو و ایفو که از چند روز قبل گذشته بود پیشنهاد شد. بیایید آن را حل میکنیم. با ما سیستم غرغره ها داده شده است که در آنها باری مسش ام خرد و باری مسش ام کلان داده شده اند و ما باید باری مسش ام خرد و ام کلان را یابیم. یعنی با ما چی معلوم است؟ با ما معلوم است که غرغره داخلی که نقطه اویی که در همین غرغره هست محکم کرده شده است، در اطراف همین نقطه او غرغره های داخلی و بیرونی که رادیوسشان دو مراتب فرق میکند، یعنی غرغره داخلی رادیوس R دارد، غرغره بیرونی رادیوس 2R. هر دوی اینها با بستامت های یکتله در اطراف نقطه او چرخ میزنند و ما باید شتاب‌های بارها را یابیم. یعنی با ما معلوم است مسطح خرد، مسطح کلان و ما باید یابیم شتاب بار یکم و شتاب بار دوم را. اکنون من علاقه پیشکی قوه‌های ترنگی رسما را در اینجا تصویر کردم. در اینجا از بس که اگر در اینجا تی دو تصویر کند، از بس که این یک رسمان هست و در اینجا قوه سایش در غرغره ها را به اعتبار نمیگیریم و خود غرغره ها را به وزن میحسابیم، یعنی وزن آنها را خیلی کم حساب میکنیم. از این جهت قوه های ترنگی که در دو طرف غرغره تاثیر میکنند تی دو و تی دو آنها برابر هستند. یعنی اگر در اینجا تی دو داشته باشیم در اینجا نیز تی دو داریم. اگر در اینجا تی دو و تی دو داشته باشیم پس موافقاً در این رسمان قوه ترنگی دو تی دو تاثیر میکند و اینچنین به همین بارها قوه های وزنی تاثیر میکند. ما برای حل کردن مسئله باید دو شرط را استفاده بریم، یعنی دو قسمی مهم این را بینیم. یکم ما باید نسبت به نقطه آ مومنت قوه ها یعنی گشتاورد قوه ها را به صفر برابر گیریم. مومنت قوه ها سومه مومنت قوه ها در نقطه نسبت به نقطه آ برابر صفر می شود و در اینجا یکی از سمت گردش را مثبت و یکی از دیگرش را منفی قبول میکنیم. یعنی سومه مومنت ها در نقطه آ برابر 9 می شود یکم و دوم از قانون دوم نیوتن استفاده میبریم. یعنی سومه قوه ها برابر می شود با یگان ام ا. در اینجا وکتور، در اینجا هم وکتور، در اینجا هم باید ما وکتور بذاریم. یعنی از همین دو قسم اساسی استفاده بوده، از همین دو شرط اساسی استفاده بوده مسئله زیرین را حل کردن ممکن است. بیایید از شرط یکم شروع میکنیم، از شرطی سومه مومنت ها برابر 9 بودن و این شرط به ما چی را معلوم میکند؟ این شرط به ما وابستگی قوه های ترنگی تی 1 و تی 2 را معلوم میکند. پیشکی من نگفتم که در اینجا تی 1 داریم، یعنی رسمانی که در بالای و جسم مسش ام محکم کرده شده است، این دیگر رسمان میباشد. از همین سبب در اینجا این یک رسمانی که هست قوه ترنگی تی 2 دارند و همین رسمان دویونگی قوه ترنگی تی 1 دارد، یا که برعکس یکمگی تی 1 و دویونگی تی 2 دارد. اکنون بیایید ببینید در اینجا به همین غرغره قوه ترنگی تی 2 تاثیر میکند. موافق قانون سه نیوتن تی 2 نسبت به غرغره است، ولی نسبت به غرغره بلوغی در اینجا تی 2 تاثیر میکند و در اینجا هم تی 1 تاثیر میکند. این نسبت به خود همین غرغره های بلوغی، یعنی مومنت قوه در نقطه او باید برابر 0 شود. پس می نویسیم سمتی مثبت گردش را به سمت مقابل عقربه ساعت میگیریم، یعنی کدام قوه‌ای که میخواهد غرغره را به سمتی به طرف چپ یعنی به مقابل عقربه ساعت تاب دهد، ما همون قوه را مومنت همون قوه را مثبت گرفته، مومنت قوه‌ای که میخواهد به این طرف به سمت عقربه ساعت تاب دهد ما مومنت آن را منفی میگیریم. یعنی قوه ترنگی تی 1 از بس که به سمت پایان تاثیر میکند میخواهد که همین غرغره کلانی را به طرف چپ یعنی به مقابل عقربه ساعت تاب دهد. پس می نویسیم تی 1 ضرب 2R که تی قوه و 2R برابر است و از بس که قوه تی 2 میخواهد که به سمت عقربه ساعت یعنی به مقابل سمت مثبت ما تاب دهد، پس منفی میشود. تربیع تی 2 ضرب R برابر 0. یعنی در اینجا مومنت قوه ترنگی تی 2 منفی میشود. برای همین شرط سومه مومنت ها برابر 0 شدن چنین شکل رو میگیرد. پس ما از همین شرط حاصل میکنیم، از همین شرط حاصل میکنیم که تی 1 ضرب 2R برابر تی 2 ضرب R میشود. از اینجا معلوم میشود که تی 2 برابر میشود با 2 تی 1. یعنی ما از شرطی سومه مومنت ها برابر 0 شدن نسبت به نقطه 0 استفاده بوده حاصل کردیم که
2 T1 برابر T2 می شود. یعنی در اینجا ما میتوانیم رسم رو عوض کنیم. یعنی میتوانیم در اینجا میتوانیم در جای T2 2 T1 کنیم در رسم. یعنی این رو میتوانیم T1 نویسیم ضرب 2 چون که این 2 مرتبه از T1 زیادتر است. پس در اینجا نیز موافقاً همین عمل رو انجام میدیم. T1 ضرب 2. اما در اینجا باشد از بس که 2 T2 داریم T2 خودش با 2 T1 برابر است. پس در اینجا 4 T1 می شود. اکنون ما حاضر قانون دوم نیوتن را برای هر دو این جسم ها می نویسیم برای یافتن شتاب آنها. پس این شرط را می نویسیم برای جسم یکم، برای همین باری مساش ام می نویسیم. با این بار کدام قوه تاثیر میکند؟ قوه وزنی تاثیر میکند به سمت پایان. موافقی حاضر ما در اینجا نشان دادیم نسبت به باری مساش ام قوه ترنگی T1 به سمت پایان روانه است. یعنی قوه ترنگی T1 به سمت 2 T1 به سمت پایان روانه است در این نسبت به این بار. پس در اینجا به بار باز قوه ترنگی 2 T1 تاثیر میکند و به بالا قوه ترنگی 1 T1. یعنی قانون دوم نیوتن رو در سمت 3x جای 3x رو به سمت پایان روان می‌سازیم محور x رو و نسبت به 3x ما قانون دوم نیوتن رو می‌نویسیم. در همین سمت با ما با بار قوه mg جمع 2 T1 تاثیر میکند. یعنی mg جمع 2 T1 مقابل همین سمت مقابل سمت 3x قوه T1 تاثیر میکند. طرح T1 این سومای قوه ها برابر است با m ضرب i یعنی قانون دوم نیوتن. و برای این بار باشد چی می‌نویسیم؟ با این بار به سمت پایان به سمت انتخاب شده 3x قوه m کلان g تاثیر میکند و مقابل آن قوه 4 T1. پس می‌نویسیم m کلان g طرح 4 T1 برابر میشد با m کلان i2 m کلان ضرب i2. ما قانون دوم نیوتن را نوشتیم ولی در اینجا چطوری که میدونید ما از دو معادله سه نامعلوم پیدا کردن نمیتونیم. نامعلوم‌های ما T1 میباشد و i1 و i2 T1 سه نامعلوم میشود. برای همین با ما یک معادله دیگر لازم است که این معادله را علاقه کینماتیکی می‌نامند. برای علاقه کینماتیکی را یافتن ما از قانون بقای انرژی استفاده میبریم. یعنی از بس که سیستم ما سربست بوده قوه‌های سایش در اینجا تاثیر نمیکنند، پس کاری که قوه‌های ترنگی نسبت به بارها انجام میدهند سوم این کارها باید با صفر برابر شوند. یعنی چطور؟ کدام قوه به قوه‌های ترنگی که به بارها تاثیر میکنند به باری مساش m خورد قوه ترنگی نتیجه‌ای که به آن تاثیر میکنند این 1 T1 میشود چون که 2 T1 تا T1 میشود T1. یعنی علاقه کینماتیکی T1 ضرب تغییریابی موقع همین تغییریابی کوردینات بار. یعنی با یکم دلتا x یک فرض کردیم اون تغییر می‌یابد. این میشه کاری که قوه ترنگی T1 از روی همین بار اجرا میکند. یعنی آن را با مسافت دلتا x یک میکشاند. جمع کاری که قوه ترنگی برای جسم مساش m اجرا میکند. یعنی 4 T1 ضرب تغییریابی کوردینات این رو ما میگیریم دلتا x 2 برابر 9. اکنون اگر همین معادله رو ما با وقت دو مراتبه با وقت تقسیم کنیم یعنی چقدر با t تقسیم کنیم معادله رو حاصل میکنیم t1 ضرب v1 یعنی با سرعت اون حاصل ضرب ترنگی و سرعت اونها با سوم اونها برابر صفر میشود. و یعنی اگر ما دوم بار با وقت تقسیم کنیم یا اینکه حاصله گیریم با گفته دیگر اگر نسبت به وقت همین تغییریابی ها رو بینیم یعنی حاصله گیریم دو مرتبه نسبت حاصله از همین دلتا x و دلتا x2 این میشه شتاب‌های i1 و i2. پس من میتونم این معادله رو در شکل زیر نویسم. این معادله رو نویسم. در جای دلتا x1 و دلتا x2 من میتونم i1 و i2 رو نویسم که همین سبب میشود که ما وابستگی بین شتاب‌ها رو پیدا کنیم. این چونید بینید دوستان عزیز در اینجا ما باید سمت قوه ها رو با اعتبار گیریم چون که قوه نتیجوی T1 با بار m به سمت پایان روان است
به سمت پایان به سمت تیر x، ولی قوه نتیجوی 4t1 به سمت بالا روانه است. برای همین در اینجا ما علامت منفی داریم. از اون که ما انا همین تغییریابی موقع آن را در تیر x دیده ایستادیم، برای همین t1i1 t4 t1i2 برابر 0 می شود. از اون که قوه ترنگی نتیجوی در اینجا به بالا روانه است و قوه نتیجوی ترنگی در اینجا به پایان روانه است. 2t1 t1 می شود نتیجه در پایان. یعنی از این معادله حاصل کردن ممکن است که i1 برابر است با 4i2، i1 برابر است با 4i2. معادله ها را کمی کوتاه‌تر می نویسم. در اینجا ببینید که 2t1 t1 این می شود 1t1، یعنی در اینجا در جای هر دوی اینها من فقط t1 می نویسم و خلاص. t1 برابری mi1 و اینجا این را پر میکنم و در پایان باشد ببینید mg m خورد g داریم، در اینجا m کلان g و با ما همین قوه های ترنگی نامعلوم های زیادی ما هستند، یعنی ما آنها رو باید از معادله گزارش کرده نصف کنیم و در آخر i1 و i2 رو پیدا کنیم. برای همین بیایید همین معادله بالاگی رو با 4 ضرب میکنیم، چون که ما هنگام جمع کردن معادله ها همین قوه های ترنگی رو اختصار کنیم. یعنی بیایید اول در جای i1 4i2 میگذاریم، یعنی در جای i1 میگذارم 4i2 ضرب 4i2 و هر دو طرف هم طرف چپ هم طرف راست معادله رو با 4 ضرب میکنیم. در اینجا حاصل میکنیم 4mg جمع 4t1 برابری 16 در اینجا میشود 4 ضرب 4 16 m ضرب 16i2. ولی معادله دوم رو یگان تغییر رو دچار نمیسازیم و اکنون این معادله ها رو جمع کرده حاصل میکنیم. در اینجا حاصل میکنیم از معادله 2 از سیستم معادله های 2 حاصل میکنیم 4mg جمع mg 4m خورد g جمع m کلان g جمع 4t1 و ترک 4t1 9 میشوند برابری 16m خورد i2 جمع m کلان i2 16m خورد i2 جمع m کلان i2 و در اینجا بینید که ما i2 رو میتونیم از قوس براریم. از اینجا i2 رو میابیم. i2 برابر میشود با 4m خورد g جمع m کلان g 4m خورد g جمع m کلان g ضرب 16. این در مخرج بنویسیم، این باید با مخرج رود ولی ما آن را چنین بنویسیم در درجه مینوسی 1 در درجه تربیع 1، یعنی این باید در مخرج قرار می داشت. ما شتابی بار دوم را یافتیم. اکنون شتابی بار یکم فقط 4 مرتبه از شتابی بار دوم زیاده است خلاص. یعنی ما میتونیم i2 رو با ضرب 4 کرده شتابی بار یکم رو حاصل کنیم. این بود یکی از مسئله های آسان‌ترینه که در دور انتخابی المپیاد های افو و ایفو که از چند روز قبل گذشته بود پیشنهادی خوانندگان داشت.